با درود و مهر خدمت همه همراهان وبسایت اجایل فور تیم. امروز قرار در مورد داشبورد اسپرینت با هم دیگه صحبت کنیم و بهتون نشون بدم که چطور تو تصمیم گیری‌های دقیق‌تر و سریع‌تر میتونه به شما بسیار کمک کنه. خب ابتدا وارد بخش داشبورد اسپرینت ها بشین و اون تیمی که میخواین اسپرینت هاشو مشاهده کنین و در واقع انتخاب کنین. خب ما 4 تا KPI باکس داریم که KPI باکس اولی مربوط به پیشرفت اسپرینت که نشون میده کارهای شما چند درصد پیشرفت داشته. KPI بعدی سرعت اسپرینت که بر اساس معیار ساعت روزانه است، یعنی کارهای شما در حال حاضر 27 ساعت در روز تو این اسپرینت داره کار انجام میشه و یه معیار ریل تایمه. سرعت ایدئال که بسیار معیار مهمیه بهتون نشون میده که اگر شما با چه ساعت روزانه‌ای در روز کاراتون رو انجام بدین اسپرینتتون کاراش تموم میشه. برای مثال با 28 ساعت در روز کار انجام بشه. و KPI آخرم که زمان باقی مانده به ساعت. یکی از مهمترین نمودارهایی که تو این داشبورد وجود داره نمودار برن داون اسپرینت که در واقع مقدار کار باقی مانده رو تو فاصله های زمانی داره به شما نشون میده. حالا ما علاوه بر زمان باقی مانده زمان تکمیل شده هم داریم، یعنی مقدار کارهای تکمیل شده در بازه های زمانی هم شما میتونید تو نمودار در واقع دوم ببینید. تو این قسمت ما به ازای هر کدوم از افراد تیممون زمان پیشبینی، زمان تکمیل شده و زمان باقی مانده شو داریم و میتونید مشاهده کنید. تو قسمت سمت چپ همون نمودار برن داون ولی اون توی سطح اسپرینت بود و این اختصاصی به ازای هر کاربره که توی تصمیم گیری افراد توی بازه های زمانی اسپرینت بسیار بهشون کمک میکنه که در لحظه جاری چقدر دیگه از کاراشون باقی مونده و به چه صورت باید برن جلو که بتونن در واقع اون شیب رو حفظ کنن و توی اسپرینتشون به اهدافشون برسن. خب توی نمودار بعدی که زمان کارهای اختصاص یافته به کاربران به ازای هر کدوم از کاربرانمون ما مشخص کردیم که چه مقدار کار پیشبینی تکمیل شده و باقی مانده دارن. توی نمودار سمت چپ هم که به ازای هر کدوم از کارهای کاربرامون در اسپرینت نشون دادیم که چه تعداد هر کاربری کار در اسپرینت جاری براش تعریف شده. 4 تا از گیجایی که ما تعریف کردیم و بسیار به شما کمک میکنه رو من میخوام خدمتتون ارائه بدم. اولین گیج ظرفیت تکمیل شده است. ما توی اسپرینت به ازای تمام افرادی که تو اون اسپرینت قراره فعالیت کنن ظرفیت تعریف میکنیم و اگر تعطیلات داشته باشن تعطیلات تعریف میکنیم. تو این گیج اول نشون میده که از 110 ساعت ظرفیتی که برای این اسپرینت برای افراد تیم تعریف شده ابتدای اسپرینت 99 ساعت از اون ظرفیت تکمیل شده، یعنی 99 ساعت کار به افراد اختصاص داده شده. معیار بعدی زمان تکمیل شده است که این نشون میده که در حال حاضر چند ساعت از کارهایی که برای این اسپرینت تعریف شده تکمیل شده. معیار بعدی که ما داریم کارهای اختصاص نیافته است که نشون میده 1 ساعت از اون کارهایی که ما داخل این اسپرینت تعریف کردیم به هیچ کاربری اختصاص داده نشده. و اون معیار بعدی هم که مدت زمان اسپرینتمونه. تو این نمودار به ازای تمام وضعیت ها تعداد آیتم هاشو داریم و تو این نمودار سمت چپ هم که زمان هر کدوم از این آیتم ها رو داریم که مشخص میکنه. برای مثال تو قسمت تست QA من در حال حاضر 4 ساعت کار دارم. نمودار دیگه ای که بازم بسیار مفیده برای اعضای تیم ظرفیت کاربران در اسپرینته. گفتم خدمتون که ما به ازای هر کاربری 30 ظرفیت تعریف میکنیم. تو این نمودار داریم نشون میدیم که برای مثال کوروش اینقدر براش ظرفیت تعریف شده، اینقدر ظرفیتش خالی و اینقدر ظرفیتش در واقع پر شده. اینم در واقع تو اون قسمت تصمیم گیری بسیار به شما میتونه کمک کنه. و نمودار انتهایی هم که وضعیت هر کدوم از آیتم های کاربرانه که نشون میده به تفکیک هر کدوم از کاربران هر کدوم از کاراشون تو چه وضعیتی هستش. خب امیدوارم براتون مفید باشه و آرزوی موفقیت و پیروزی دارم براتون.